سلام به شما. رسیدیم به کنکور خارج 1400 قسمت مغناطیس که با همدیگه اینجا رو 2 سوال هستش که با همدیگه تحلیل بکنیم. گفته مطابق شکل زیر پروتونی با سرعت، اولا گفته پروتونی یعنی بار مثبت هستش با سرعت 10⁴ متر بر ثانیه که آی نوشته، یعنی به این صورت وارد یک میدان مغناطیسی یک نواح به بزرگی 170 گاوس میشه که 170 گاوس هم همون 170 ضرب 10⁻⁴ تسلا هستش. اگر تنها نیروی مغناطیسی وارد بر پروتون بشه، یعنی اینکه مثلا نیروی وزن بهش وارد نشه، گرانشی بهش وارد نشه، منظورش اینه. شتاب حرکتش در این لحظه در SI کدام است؟ یعنی چی در SI؟ یعنی متر بر مجذور ثانیه. به ما بار الکتریکی پروتون رو هم داده و همینطور جرمش رو هم داده، اما نباید شتاب یعنی نیروی گرانشی براش حساب بکنیم. خب اول بیایم یه چیزی رو بررسی بکنیم با هم دیگه. اینجا شتاب رو چطور میتونیم به دست بیاریم؟ اولا باید بدونیم که خب نیروی مغناطیسی فرمولش رو اینجا چون به ما سرعت داده، باید از فرمول Q و به سینوس تتا استفاده بکنیم. F یعنی نیرو یه فرمول کلی هم داره که MA هستش، یعنی FB برابر با همین F هستش. F مساوی MA، یعنی باید Q و به سینوس تتا جایگذاری بکنیم و برابر بذاریم با M که A رو بتونیم پیدا بکنیم. خب پروتونی که بارش چیه؟ مثبت. سرعت رو به ما داده، میایم میدان مغناطیسی هم به تسلا تبدیل میکنیم که SI بشه. A رو از ما خواسته، بار رو داده و جرم رو هم که بر حسب کیلوگرم داده. F برابر با FB. F M رو داریم، A رو میخوایم پیدا بکنیم، Q رو داریم، و رو داریم، ب رو هم داریم، سینوس تتا هم که گفتم دیگه در اون سو و برون سو بر هر چیزی عمود هستن. پس سینوس 90 درجه برابر با 1 که از اینجا میاد 1.610 متر بر مجذور ثانیه. یعنی گزینه 3 حذف میشه و گزینه 4 هم حذف میشه. چه تفاوتی دارن این آی این جی؟ ببینیم که کدومشه. خب از قانون دسته راست باید استفاده بکنیم و F رو پیدا کنیم. چرا F رو پیدا کنیم؟ F رو چه دردمون میخوره؟ چون که نیرو و شتاب همیشه همجهت هستن، به همین دلیله. ب که در اون سو هستش، وی هم که به سمت شرقه و اف بی رو از اینجا پیدا میکنیم که این گفتیم که جیه، این هم که آیه، این پس جی میاد، پس میشه گزینه اول. این شد از سوال اول که سوال نسبتاً آسونی بود، فقط کافی بود که مهمترین چیز این بود که این رو بدونیم که F مساوی MA هستش که با فصل دوم 12 ترکیب شده بود، همون دینامیک. این شد سوال اول. میرسیم به سوال دوم. سوال دوم گفته که در شکل زیر حلقه رسانه‌ای به مساحت 600 سانتی متر مربع که میشه 600 ضرب در 10⁻⁴ متر مربع عمود بر میدان مغناطیسی قرار دارد. پس یه حلقه رسانه بر میدان مغناطیسی عمود هستش. از اینجا باید یه چیز رو متوجه بشیم. زمانی که حلقه رسانه بر میدان مغناطیسی عمود هستش، مثلا این رو حلقه در نظر بگیریم و این هم عمود باشه و گفتیم که میدان مغناطیسی با نیم خط عمودی که بر صفحه میسازه زاویهش، که اینجا زاویه میشه 0 درجه، پس تتای ما 0 درجه هستش. از اینجا این رو فهمیدیم. خب گفته که و میدان مغناطیسی بدون تغییر جهت در 1 میلی ثانیه 200 گاوس کاهش می‌یابه، یعنی B، یعنی وقتی می‌خوایم دلتا فی رو پیدا کنیم باید دلتا B ضرب در آ بشه و میگه در این مدت نیروی محرک القایی متوسط چند ولته، پس ولت خواسته
و جهت جریان غیر خواسته که در ویدیو قبلی بهتون گفتم که از قانون لنز پیروی میکنه. خب اولا چون اینجا به ما گفت حل غیر ثانویی، پس این ما برابر 1 آ رو تبدیل میکنیم به متر مربع و در 1 میلی ثانیه 200 گاوس کاهش داره، پس منفی میذاریم وقتی که فرمول رو مینویسیم و به تستا تبدیل میکنیم که باید ضرب در 10 به توان -4 بشه و از ما ولت خواسته. اینجا نیروی محرک القایی متوسط رو ای اوریج منفی این دلتا فی بر دلتا تی، منفی 1 رو مینویسیم ضرب در دلتا فی که دلتا بی ضرب در آ همون کوسینوس 0 هم که 1 هستش که دلتا بی میشه 200 ضرب در 10 به توان -4، یه دونه هم منفی کنارش چون کاهش بود و آ هم که 60 ضرب در 10 به توان -4 تقسیم بر چون میلی ثانیه گفته 10 به توان -3 ثانیه میشه. از اینجا منفی هم با هم میرن چون یکی از منفی ها برای فرمول بود، یکی از منفی ها به خاطر کاهش بود و میشه مثبت و میشه 1.2 ولت. پس گزینه 2 و 3 میرن. الان مونده ساعتگرد بشه یا پاد ساعتگرد. اینجا چون در حال کاهش یافتن هستش باهاش مقابله میکنه، با کاهش یافتن مقابله میکنه، پس در اون سو رو افزایش میده. همونطور که در ویدیوی قبلی بهتون گفتم باید انگشت شستتون الان به درون صفحه باشه و دستتون به کدوم سمت، یعنی به کف دست باید حرکت میکنه، به کدوم سمت؟ به سمت ساعتگرد هستش. پس جواب ما میشه ساعتگرد، 1.2 ولت و ساعتگرد و جواب ما میشه گزینه 4. این هم شد سوال دوم از کنکور خارج 1400. امیدوارم که لذت برده باشید و یاد گرفته باشید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.